سلام علیکم، روز همگی بخیر باشه. یک خبر بهت مهم برای کسایی که آرزوی تحصیل کردن و خوانش در ترکیه را دارند. سر از 10 ینوار این سال 2023 استیپندیای ترکیه یا همون منحه دراسیه که ترکیه هر سال تشکیل میکنه و برای خارجی ها اجازه میده که در این استیپندیا ثبت نام کنن الکی شروع شدگی است و کسانی که خواهش دارند در ماجستراتورا در دانشگاه یا اینکه در دکترای تحصیل نمایند پس در این استیپندیا خودشان ثبت نام کنند. آخر روز ثبت نام این روز 20 ماه ینوار همین سال است، یعنی حدوداً 10 روز وقت داره انسان که در این استیپندیا خودش ثبت نام نماید. برای کسایی که میخواهم بدونن بسیارتر درباره استیپندیا معلومات بیشتر بگیرن پس یک ویدیو علاحده میکنم که در اون جزئیات استیپندیا را خواهد فهموند. باقی زنده و سلامت باشین.